وقلیل من عبادی الشکور. حدیث درباره چی؟ درباره مردهایی که خودشان را به زنها مانند میکنند و درباره زنهایی که خودشان را به مردان مانند میکنند. و این گونه انسانها را رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوران خود لعنت کرده بودند. یعنی هر کسی را که خودشان را، هر مردی که خودش را به زن شبیه میکند و هر زنی که خود را به مرد مانند میکند. عیناً حدیث را میخوانم و بعد از آن دوام خواهیم داد انشاءالله. از ابن عباس الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مردانی را که خودشان را شبیه یعنی مانند زنان کنند و زنانی را که خود را شبیه یعنی مانند مردان سازند لعنت فرمود. و در روایات آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم مردانی را که خود را به زنان هم مانند می سازند و زنانی را که خود را به مردان هم مانند می سازند لعنت نمود. اما ببینید که امروز در تیک تاک و من نمیدونم در به مثل همین صفحه های اجتماعی شما جوان پسران را میبینید که با یک دیدن با یک نظر کردن نمیگوید که وی مرد است. خودش را چنان آرا و تارا داده، مویهایش را مثل همون پشت اشتر بالا کرده است. آیا زن است یا مرد است؟ و اکثر را میبینید که میدانید که حتی برای ریش گذاشتن میترسند یا اینکه میشرمند یا اینکه شاید بعضیش همسرش دوست ندارد که در رویش ریش باشد. اما خودش نمودی ظاهریش از زیبایی مثل زن است و اگر باز ریشش را تراشد کی میشود؟ چی میشود؟ و ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوران خود این گونه انسان را لعنت کرده است. و غیر از این یک حدیث دیگر را برای شما من میخوانم. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دو نوع از اهل دوزخند که آنها را ندیده ام. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند در دوران خود: گروهی که همراهانشان تازیانه های مانندی دم های گاو است، به وسیله آن مردم را میزنند. فلسطین را به خاطر بیارید و همون پلیس ها را به خاطر بیارید. همون تازیانه هایی که در دست دارند و مسلمان ها را میزنند آن را به یاد بیارید. و زنانی اند نیم برهنه که خود منحرف بوده، خودشان گمراه بوده و دیگران را نیز منحرف می سازند. سرهایشان مانندی کوهانی شطوری بختی تمایل یافته است. یعنی مثل کوهانی مثل همون پشتی اشتر شده است که نه به بهشت داخل می گردند و نه بوی آن را در می یابند، در حالی که بوی آن از مسیری اینقدر و آنقدر درک کرده می شود، فهمیده می شود. و همین حدیث را علما می گویند که این یک معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم است که 14 عصر پیشتر گفته گذاشتند و امروز ببینید زنهای نیم برهنه را ما و شما میبینیم، هر روز میبینیم. نیم اوریان، یعنی که یا اینکه باز آنهایی که علمایی که حدیث را شرح دادند گفتند که لباس نازکی پوشیدند که درونشان میتابد و امروز ما میبینیم. البته در دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه زنها نبود.
نه، زنها لباسهای خیلی خوب زیبایی که همه جایشان را میپوشید اینگونه داشتند و مردها نیست و مثل امروز البته که نبود. و ببینید که علما گفتند که انا همین حدیث این یک معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و باز در اولش خودتان شنیدید گفته شده است که دو نوع از اهل دوزخند که آنها را ندیدم. اندیشه کنید تماشابینان عزیز و فرزندان ما علال خصوص، چون دوستداری بعضی انا همین گونه در تیک تاک و در هر جاها نمودی ظاهری یک مردهایی که واقعا به مرد مانند نیستند آنها را تماشا میکنند و دوست میدارند. پرهیز کنید از این، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را لعنت کردند. از این خاطر این یک یادرسی بود برای ما و شما. قلیل من عبادی الشکور.